سقراط سقراط در کجا هستی لعنتی؟ نزدیک نشو، دختر رو میکشم. اکنون ایستاده نقابت رو بکش. نقابت رو بکش میگویم. تو کی هستی؟ کی هستی میگویم؟ سقراط در کجایی ها؟ کنی جواب ده. کی هستی؟ گپ زن. اینجا چی کرد؟ تسلیم شو کلتکیلاس. تسلیم شو کلاس. آرام با جگم بیعقلی نکنی. اونر من هیچ کس رو نکشتم. چیو میگویی ابله؟ همه چیز روشن نمایان است. من نکردم میگویم. بیگناهم. میفهمی؟ بیگناهم. بیگناه بودن یا نبودنت را سود قرار میبرارد. حاضر باشد دستانت را بالا بردار. بین اونر من با این کار تارت زادروزی دخترم را بریدم. فهمیدی؟ اما هیچ کس را نکشتم. سقراط برای من دام گذاشته است. لعنت سقراط با این کار چی کار دارد؟ تو سقراط را به زادروزی دخترت دعوت کردی؟ اونر تو چرا فهمیدن نمیخواهی؟ میگویم برای من دام گذاشته است. من به تو چند بار گفتم ها؟ از سقراط دور باش. تو چی کار کردی؟ ها؟ چی کار کردی؟ نزدیکترین آدم سقراط را کشتی. اونر خوشحال شدی؟ خوشحال شدی؟ اونر چرا فهمیدن نمیخواهی؟ کسی کارت را آورده به سقراط داده است. حادثه همین خیل شده است. حالا هم دروغ گفتی زاده ای. به تو نه، به دخترچه دلم میسوزد. نه پدرش رو دیده است. حیف به تو کیلاس. منتظر چی هست؟ دستگیرش کنه. ایسته، نپرانه نپرانه.
منتظری چه هستی جنگاور؟ میخوای بمیرد؟ آخران بار میگویم نقابت را بکش. بکش گفتم. بکش. یک ماشین فراری سرخ لون تعقیب داره. علاقه تمام. سردارم باز مثل روزای پیشینه شدیم. کلتکل از باز گریخته شده است. ما از پسش مثل فیلم های هندی. بس کن این گپ های بی‌معنیت را. بی عقل کلورم. تو رو کار میکنم که با پاسمونیت باز پس میگردی. کاملا چرا قرارتون رو از من میگیرید؟ یعنی من گفتنم که دوز را پلیس سور کرده ایستادن. چی خیل دوزدن؟ چی خیل دوز؟ او به رحم قاتل است. همش از پشت سخرات شد. او را قاتل آدم کش کرد. لوند خاموش باش که تو هم رو قاتل میکنی. خاموش باش. اون نلی لعنتی از پس هم نمی آمدی نمیشد. همین خیل نه. کسی پیشی ماشین سرخم میگیره رحمت بر پدرش. علاقه تمام. کتکل است. تسلیم شو. آهسته از ماشین پایان فرا. دستانت را با بالا بردار. این چی خیل شده؟ من این منظره را میدانم. سردارم این واقعیت تکرار نشید. کتکل است. تو را محاصره کرده. دستانت را بالای سر کرده. تسلیم شو. راهی گریز نداری. همینش نمی رسید. این مردک سوز استی؟ کتکل است. آهسته از ماشین فرا. با جگان به عقلی نکنید. گیرد او را بگیرد. لعنتی باز گریخته. زود به ماشین ها. زود. زود باشه. زود باشه.
پس چی گپ است؟ فیلم است مگر؟ دخترم رو نجات ده. دخترم با خدا فکر دستگیر شدن را ندارم. سوختار خاموش کنک آمده نجات دهد. به من چیه؟ دخترم التماس یاری دهید، از برای خدا یاری دهید. دخترم در درون است، التجا میکنم یاری دهید. یگام کس از خدایا دخترم رو نجات دهید. این بار دستگیر نمی کنی. دخترم رو نجات دهید. دخترم خدایا نجات دهید. دخترم التجا میکنم دخترم رو نجات دهید. التجا میکنم دختر جانم نجات دهید. دخترم رو خدایا، دخترکم، دختر جانم خدایا دخترکم رو نجات دهید. تمام نترس. بیا شد، نترس. رفتیم. التماس کمک کنه، دخترم در درونی آتش است. التجا میکنم کمک کنه، دخترکم در درون است. زود با سوختار خاموش کن ها زنگ زنید. لوینت باید دیوانه به این دیوار برآمده باشد. سردارم این واقعا تکرار نشید؟ برآمده بود. نه نبرآمده است و میداند که من او را دستگیر میکنم. انیق به آن طرف گریخته است. سردارم سوختار خاموش کن در محله پایان بود است، حاضر میرسد. تمام، اینجا را خالی کنید. به خفا روید، به خفا روید. راه را گشایید، اینجا بسیار خطرناک است. به خفا روید. دخترکم جانم. اکنون چی کار میکنیم؟ دیگر دیر شد جنگاور. کلتکلس را نجات داده نمیتوانی. باز برای من شده حیاتت رو زیر خطر گذاشتیم. زخمدار شده ای. تو رو حتما به بیمارخانه بردن لازم. چخیل نمی شود؟ من تو رو با این حال تنها نمی گذارم. بیا لطفاً مرا نرنجان. بعداً در یگان جا نشسته یگان چیز خورده صحبت میکنیم. به این هم عصبهایم خراب است. با تو بعضی چیزها رو صحبت باید کنم. وای هجری است کو؟ من باز هجری گفتم امی خیل نه؟ خطا نفهمی مرا. دهانم عادت کرده است. من با هجری کاری ندارم. به این هم او را دوست نمیدارم.
من تو رو شناختن میخواهم. یگانجا نشسته صحبت کرده میتوانیم. این آدم از کجا برآمده؟ ایست، با کجا میروی؟ تو هم وقتی آمدنت رو یافتی پدر؟ جنگاور با من صحبت کردنی میخواست. تو که آمدی گریخ و یادم. دخترم، تو از برای این آدم زیر خطر هستی. چی علاقه دارد پدر؟ اصلا من با یاری او از همه خطرها نجات میابم. تو از هیچ چیز خبر نداری، از هیچ چیز. سقراط برای این آدم را دستگیر کردن تو را استفاده برده ایستاده است. اما پروا نکن، کار هر دوشون را تمام میکنم. هرگز پدر، با جنگاور دست نرس. اجازت نمیدیم که حیات تو را زیر خطر گذارم، فهمیدی؟ به حیاتی من کاردار نشو پدر، کاردار نشو میگویم. اوف. از پس شوید، دخترم را تنها نگذارید. بله شکر. بیا دخترم، فرا. خوبی؟ بیا. چیزی با تو نشده است، نه؟ خوبی؟ بیا. 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 بیا دختر جان. نگاه کن، مادرت آنجاست. دیدی؟ اکنون با دقت شده و نزدیک مادرت را. مینش با دقت باش. مینش بیدا. دخترکم، جانم، دختر جانم، عزیزی دیرم، ای دخترکم، عزیزکم، شیرینکم. خیلی به دستی اونال نفتیده این کار را هم حل کردیم. سلام علیکم. با کجا ها؟ آشنا، تو مرا ابله فکر کردی که در نزد بینا منتظرت نشوم. اونال من گناهی ندارم، تو هم میدانی. بگذار روم. ما مگر همکار نبودیم ها؟ چه خیل همکار ها؟ این رو پیش از جنایت کردنت باید فکر میکردی. لوند، دستبند رو بزن. اونال بگذار روم. دستایت رو پیش کن. کیوانی کلتکل است. دمت را گیر. بجی نقل گوشا. ای آهسته لعنتی. در شوبچه حال تا بد میکنه. پیش بده راه بگذار. راهگر می روم. دخترکی من، شیرینکی من، اصلکی من. آفرین، خیالی موفق شدی. کلتکل از دستگیر شد. جنگاوران نگذاشت که نقشه‌مان رو برباد دهد. نبیرت رو رفته گیرم. نه، منتظر شو. جزای کلتکل انیق شود، نبیرم رو گرفتن آسان‌تر می شود. ولی یک چیزی دیگری هست. پدری دوست داشته جنگاور بابای قادر بوده است. چه؟ بابای قادر گفته؟
خانم ملیس، در این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ گپ نزن، دوام ده. پگاه فینالی بازی است. غالب نشوی هر دویمون میموریم. دوام ده. تستر، باز تستر. باز هم تستر. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ تو پشه زده ایستاده ای؟ سخت زن میگویم. خانم ملیس، میترسم که به شما چیزی نشود. زن گفتم. از بالایم یک سو ایست رو خیر. پایم لغزید افتیدم. چی هست یعنی؟ دوام ده. کمال سیاه، مربیت هم بسیار زیبا بوده است. تو چی ها میگویی؟ کردار نشو، او میخواهد که تو رو عصبی کند. نمیفهمی؟ پگاه آخران روزت کمال سیاه. فکر دوست داشتت را من خودم میکنم. هی کمالیست. اینجا چی گپ است؟ زود آنها را جدا کنید، زود! خودت را برای جنگ پگاه آماده کن. بیهوده قوتت را صرف نکن. پیش در رو میرویم. حکم مکانی سکرات را پیدا کرده. پیش در روید میرویم. نیست؟ به تلفن هم جواب نمیدهد. او کجا شده باشد سمیه؟ جانم پروانه کن، یکم کار داشته است. نه من یزنم را زنگ میزنم. الو یزنه، زیا رو میکوبم، نمیدانی در کجاست؟ چی؟ بخدو اکا ما یک چیزا نفهمیدم. ما در اینجا چی کار داریم ها؟ شما این کارا نمیفهمید. شما نمیفهمید. اگر جنگاور آمده این ابله را خلاص کند، معلوم میشود یعنی درست گفته است که او را یاری داده است. اگر نآید دروغ گفته است، ما هم این ابله را پرانده میگرانیم. نفهمیدم. یزنه زیا در کجاست؟ او را دیدن ممکن نیست. یزنه لطفا. زهرا جنایت کرد. جنایت گفتید؟ بله. یزنه زیا این خیل کار نمی کند. قاتل نیست. ولی کرد. زهرا جنایت کرد. اینجا خطایی هست یزنه. زهرا من خودم او را دستگیر کردم. یک آدم را کار زده است. ایزی انگشتش است.
پیام نشوا برد. این جنگاور به فکرم نمی آید. خوبش من این ابله را همینجا پرانم کار تمام می شود. یا بسم الله. مرگن است. راست بید؟ کلمات را عرضه کن. مموری خوین. اکا با فکرم باید مرا تو نپرانی. چرا؟ همین پسرت بته من خودم پرانم. شما یک آدم مبارکین اکا. آدم کشی نمیزیبتان. با خداوندم آدم کشی را نمیبخشه. هم گناه میگیرین هم دوزخی میشوین. شوکت بیگناه کشتن گناه. تو چی ها میگویی؟ ها؟ چی ها میگویی؟ اکای کانون با خدا اگر مرا پرانی میدونی چی میشود؟ میدونی که چی میشود؟ چی میشود؟ نمیدونی چی شدن شه؟ چی میشود آخر؟ چی میشود؟ میدونی چی میشود که؟ حیف میشوم من. گوش که خیلی مایلی گویا مرا پراندی. جنگاور با اونو رو میدوزده. او ایجا عیبی ما چیه که؟ ما پسرد نیکم که جنگاور به شوخی با اونو را دوست میدوره که بانو جان بانو گفته گرگیدی محله گشته که مرا یافتن آسانه. جنگاور را نمیویه که با خدا بانو را میدوزه که بیزن میمونی. گفزنی حیوانه نیکو. لعنتی مرا گوش کن. اول تو را میکشم بعدا آن نفری بانو میگفتگی را کشته. سری نیزه میکشم. اکا بخشی شو؟ نیزه را یک جو میوی. اکا مرا نغز گوش کن. جنگاور تو خودت نغز نمیشناسی. ما او را نغز میشناسم. میدونی او کیه؟ نه نمیدونید. اگر جنگاور را یافتن خواهی من شما را میبرم. تو را از کجا میابی خربچه؟ اکا این همیشه مسئولیت کردیم که باید رو بخریم. اگر فورتون ای پس ما بیین بخپین او را. لعنتی شوکت. شوکت مرا بین. اگر تو دروغ گویی تو اگر دروغگو را خدا بزنه کن. خودتون را بیگونه نگیرین. اکای کانون من تا همین وقت یکون برتر را دروغ گفتم. چی؟ خیر اگر یکون بر دروغ گفته باشم شیطانه از زبان ما دروغ گفته گه. بفهمی مرا اکا من دروغگو نیستم. خوب لعنتی رفتیم. رحمتی کلام اکا. ولی اکای کانون جون از اونه که در بالا بسیار کشالم کردین که پیشابم این امجا اومده. اجازت میتین تا پسی درخت برم. چی شده؟ از ترس تر کردی چی؟ اکای کانون شما را ای گپانه میزیبه. اکا من تا 3 سالگی من باید پمپرز گشتگیم. نه خود در کلانیم شیم ما تر کنم. اگم شو از پای کارت شو. سپاسی به پایان به شما. شما نگاه کرده میستین؟ اکا اگر شما نگاه کنید من نمیتونم. پوشتتون رو گردانید التماس. اکای کانون شفقت استاد شیطان است باورش نکن. بچه خوب است این شوکت ها؟ اوفی لعنتی گریخته ای شده است. دستگیرش کنید. بر پدری. یزنه لطفاً التجا میکنم 5 دقیقه اجازه دهید او را ببینم لطفاً. تمام زهرا 5 دقیقه. تشکر زیاد یزنه. اکای اونال جنایت وزنین؟ او یکان بار جنایت سبک نکرده است. البته جنایت وزنین. اکنون من چیکار میکنم؟ زهرا عشقم به خدا من جنایت نکردم. عشقم سقراط برای من دام گذاشت. دام گفتی؟ با او صحبت کردن صلح و آشتی کردن همش دروغ است.
همش از پشتی من شد زیو. من رب گفتم مرا ببخش. نه به خدا خودت را گناهگار نکن. تو کاری نکردی زهرا. خب تو را چه خیلی میتوانم از اینجا خلاص کنم؟ به اونال همش را فهمانیدم. مرا باور نکرد. برای همین آن کردی که تارت زادروز را بریده بودم. آن کارد را کسی به سقراط داده است. سقراط باشد نزدیکترین آدمش را با آن کارد کشته است. همش همین. خب کی کارد را داده باشد به سقراط؟ نمیدانم. اما هر کسی که نباشد آن شب در آن خانه همراهی ما بود. جناب سقراط چرا این خیل کردید؟ گفتید باید جنایت خرد می‌دراید. این آدم با جنایت وزین افتیده است. جنایت وزین برای آشتی کردن راضی نشد. به من دیگر چاره ای نگذاشت. اما در شرطنامه‌مون این خیل نبود که. بسیار گپ نزن کودک. در باره کمال سیاه قبلی که دادم اجرا میکنم. پروا نکن. او را میکشم. کاری که برداشتی من از اجرا میکنم. اگر تو هم به پلیس بگویی میموری. سقراط ای مردک در بین پلیس ها صحبت داری سمی؟ ببین من آدمی را که کارد رو به سقراط برده است مییابم. بیگناهیت رو اثبات میکنم. تو از اینجا خلاص میشوی عزیزم میلش؟ زهرا رود و من از اینجا برآمده نتوانم. لطفاً خیلی گپ نزن. این خیلی گپ نزن. اگر برآمده نتوانم دخترم به تو امانت. میلش؟ میبروی زیو. از اینجا میبروی. تمام. آرام شو. خیر است قادر. چی دردی داری؟ دردی من تو هستی سقراط. حیات دخترم را زیر خطر گذاشتی. جواب ده. جواب. دخترت بود است نفهمیدم. من با دختری تو کاری ندارم. دردی من با جنگاور است. اکنون فهمیدی؟ بار دیگر با دخترم ضرر رسانی. هم تو را هم جنگاور رو به یک قبر میگرونم. میدانی که من این کار رو میکنم. هجری تو خوب هستی؟ مثل که بیمار هستی؟ خوبم خانم سنم. هیچ گپ نیست. شما چی گفتنی بودید؟ بفرمایید. من برای وای آمدم. با تو خبری مهمه دارم. برای گفتنی اون آمدم. من گوش دارم. دو ملا زیو را با امنیت بردند. من هم از زهرا شنیدم. این رو میدانم. چخیله؟ تو از کجا میدونی؟ حادثه نو رخ داده است. تو باشی از خانه بیرون نبر آمدی. خانم سنم از خانه نبر آمدنم را از کجا میدونید؟ شما خانه مرا نظارت میکنید. با چی مناسبت؟ چرا خانه تو را نظارت میکردم؟ از خبر دادن پشیمان شدم. دیگر کاری ندارم که خانه تو را نظارت میکنم. خوب شاد شدم که غیر از خانه مرا نظارت کردن کاری دیگری هم داری. گپ زدن رو ببین. چی رو اشاره میکنی؟ از پشت دویدنم رو؟ من این خیلی چیز نگفتم. گفتی؟ نگفتم. من دروغ میگویم؟ بله. یعنی من دروغگوی هستم اگر؟ بله شما دروغگوی هستید. بله همین خیلم. یگون گپ دیگر داری؟ دروغگویم من. با حسیاتت بازی کردم. تو رو دوست داشتم. با تو مشغول بودم. همش دروغ بود. بدون با تو بازی کردم. اما حاضر از این بازی دلگیر هستم. خیر من یک وخوری دارم. با تو اینجا گپ زده بهوده خودم رو خسته کرده دوست پسرم رو منتظر نمی کنم. بخشش جانم. شام بخیر هجری جان. تا بازدید.
کردرو به سقراط تو دادی. اعتراف کن. زود ту чиё мегӯӣ? дӯсти ту рафта одам мекушад, ту боши манро гунаҳгор мекунӣ. биё гӯям ки ман куштам, пурра шавад. اگر تو نباشی آن زمان کارد را به سقراط کی داد؟ آی زهرا، کافی است آخر. چرا تو همه ما رو تهمت میکنی؟ گوش کنید. از این خانه کسی آن کارد را به سقراط داده است و من کی بودن او را میابم. گپ‌های شنیدم درست است؟ اپای زهرا، پدرم در کجاست؟ بیا جانم، بیا پدرت کمی کار دارد، دیرتر می آید. میلش شهزاده من. سقراط برای من دام گذاشت و نه، چرا باور کردن نمیخواهی؟ آشنا چی گپ میزنی؟ در روی جنایت دستگیر شدی. در روی جنایت؟ وقتی که آن آدم را کشتم مرا دیدید؟ برای دیدن احتیاج نیست. در روی کارد ایزی انگشت توست. نه، برای از پسم شدن بهانه میگفتی. آن را هم یافتی ها؟ آشنا سفسطه نگو، چی خیلی بهانه؟ تو حالا هم جدیت کار رو نمیفهمی. با جنایتت مجازات میشوی. با جنایتی که نکردم همینطور نه؟ به خدا اینش رو به سود میفهمونی. اگر به تو باور کنند کلتکیل است، کار بسیار جدی است. چرا فهمیدن نمیخواهی؟ مدت در فیلم و سلسله فیلم ها نقش بازیدن نمیخواهم آخر. اما این بسیار فرصت مناسب است. نقش اساسی را میبازی. خودم را خوب حس نمیکنم. در وضعیت نقش بازیدن نیستم. همش از پشت آن موازین است ها؟ نام او را نگیر لطفاً. آخر سنم نگیرم هم چی میشود؟ تو او را اصلا از خیالت دور کردن نمیتوان. راستی کنجکاو شدم. بسیار زیبا است. چی؟ او رو فراموش میکنم. انیق فراموشش میکنم. سنم جان، از راستی این بسیار یک فرصت خوب است. اگر خودت را به این کار مشغول کنی او را هم فراموش میکنی. تشکر زیاد تنکو جون، اما با من کمی وقت بده مالش. من کمی این رو فکر کنم. تمام سنم جان، من بعد از شوی رفته زود برمیگردم. مالش؟ مالش. بین شما و خانم سنم چی است؟ با تو چی؟ تو کی هستی؟ سوالم رو جواب ده. جواب ندهم چی میشود؟ چیکار کنه سعی بچه؟ تو رو اگر با خانم سنم بینم دستت رو میشکنم. تمام سر ده. من منیجرم. دوست داشته اش نیستم. اگر این حادثه رو به خانم سنم بگویی سرت رو میتراشم. قاق میتراشم. سنم جان، یک کاری تاجیلی هم برآمد. میرویم. مالش؟
агар туро як бор дигар ҳамроҳи санам бинам баъд мебинӣ. худоё ман чиҳо гуфта истодам? ҳамааш аз пушти он санаме ки ба ишқи ман асло лоиқ нест. худоям, худат маро ҳидоят бикун. нагузор ки ин хел корҳо кунам. сами биё гӯш кун сами, ман дар ин хона танҳо ба ту боварӣ дорам. боварат карда метавонам? албатта зӯҳро. гӯш кун, янгаи тулин дар рӯзи зудрӯз навор гирифта буд. ӯро пайдо кардан лозим. чаро? барои он ки фаҳмидан дар кордро ба Суқрот ки додааст. албатта бисёр хуб фикр кардаӣ. аҷоибот, тадқиқот мебарем. ин хел бошад, ту назди янгаи тулинам рав. гӯш кун сами, тавре рав ки касе нафаҳмад. оҳиста рав, фаҳмидӣ? бигӯ ки наворро тамошо кардан мехоҳем. намешавад зӯҳро. сабаб шояд кордро тулин гирифтааст. чӣ? ин хел мешавад? намешавад. шояд шавад, шояд нашавад. яъне сарам бисёр дар талотум аст. дуруст мегӯӣ сами. ба касе бовар мекунем, бовар намекунем, бовар мекунем, бовар намекунем, бовар мекунем. зӯҳро, бо ман биё. 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 ай зӯҳро, оҳиста песаду. сами, гӯш кун, мисли ки мо ҷиноят карда истода бошем. ин хел намешавад. эй хомӯш, шин ба инҷо шин. зӯҳро, шин охир ба нозир меояд. ба тарафи ман вои ман накун. садо буд? не, ҳеҷ кас нест. дар куҷо аст ин кабел? ҳаст. тезтар. натарсм, дасту поям меларзад. чапа будааст. тезтар бош. به این چی شده؟ من هم نفهمیدم. یک لحظه. زهرا جان، کسی انا همون وقتی کورد گرفتن رو توزه کرده است. کی کرده باشه این کارو؟ با سر من یک نفر اومده ایستاده است و اما آخر در نوار من هستم که این طرفش رو توزه کنیم. تمام. کی؟ آخر من نمیخواهم کسی را گناهگار کنم. سمی کیست؟ کمالی سیاه. بله، البته که کمالی سیاه. چرا میدونی؟ چون که در این خانه دشمنی کلتکیل است، تنها و تنها کمالی سیاه میباشد. کمالی سیاه؟
سمی برای نجات دادن زیا باید این رو اثبات کنیم. در این خانم یگانه کسی که من باور دارم متاسفانه تو هستی. متاسفانه؟ شوخی در حقیقت تو هستی. با من یاری ده لطفا. زهرا جان تو پروا نکن. چشمانم در بالای آن کمال سیاه است. منتظر یک خطای خوردی او هستم. بعدا شعر بر این هجوم میکنم. سمی جون خوب که تو هستی. تشکر زیاد برای به من کمک کردن. هیچ گپ نه. این عشق با من ضرر میرساند. باید تو رو فراموش کنم سنم. امید دارم که آزادش میکنم وگرنه زهرا بسیار زیق میشود. مادر تو از کی باز در فکر زهرا هستی؟ سفسطه نگو ملیس از برای خدا. کلتکلس دستگیر شده است. او را به محبس می بردند. چی؟ امکان ندارد. کاش اول خانه دار می شدن بعدا به محبس می رفت. مادر تو چی ها می گویی؟ خرگوش جوی سزاوارش رو یافت. خبری آب در روی آب رو می شکنه. این باز چی می گوید؟ من آن سقراط را چخیل باور کردم. میراث از دست رفت. کلتکلس رفته در محبس می پوسد. با زهرا خانه دار شویشون امر محال. آنها خانه دار شدن نتوانند. میراث هم به ملیس نمیموند. او خدایا. طولین جان او در محبس خانه دار شدن ممکن است کو؟ شاید در آنجا خانه دار شوند. ای سفسطه نگو سمیه. زهرا با کسی که در محبس است خانه دار می شود مگر؟ چی میدونم عاشق باشد خانه دار می شود. چرا نشود؟ مثل که من در یک فیلم هندی دیده بودم. این سقراط بیشرف است کو برای دامولوزیا دام گذاشته او را به محبس پرتافته است. акай канон чихел дом аст. калтакелас як одами беэмун ай. 100% ам одама киштагӣ ай. تو چه ها میگویی؟ دامولوزیا مگر آدم میکشد؟ اگر کشد هم آن حرامزاده سقراط را میکشد. اما یک بار بعد از هم افتاد پوستش کرده کاک جای میکنم. اکا ما از پس سقراط هستیم، از پس شوکت هستیم، از پس جنگاور هستیم. از پس کی هستیم اکا؟ او اکا گوش کن ای بچه، ما از پس همه‌شون هستیم. از پس سقراط هستیم، از پس جنگاور هستیم، از پس شوکت هم هستیم. اما چه خیلی که دیدیم هیچ یکیشون رو دستگیر کردن نمیتوانیم. چرا؟ چون که من شما برین 2 سگ بچه‌ای بی‌هنر دارم. راست میگه حیوان. اکا همش از پشت این است. من کار کرده ایستادم. تمتان را گیرید. استادیا را با محبس بردند. اگر او را گریزانم، اما از محبس آدم را گریزاندن جایز نیست. بیگناه بودن استادم را اثبات کردنم لازم. اول به زیارتی استادم میروم. بابای خدیر، موازینه که از پشت سنم است من آمد. رفته این موازین رو به نزد من بیارید.
تو رو دیدن میخواهد. شما کی هستید؟ در ماشین انتظاری تو است. بگویید مرا دعوت کردید. تو کی بودنی مرا میدانی جوانی زیبا؟ نه، مرا بابای قادر میگویند. من گبرا یک بار میگویم. کسی که فهمید نمیفهمیدگی میمورد. جناب از من چی میخواهید؟ درد شما چی است؟ از دخترم دور میشوی. دخترتان؟ من پدر سنم هستم. با دخترم دیگر وا نمیخوری. مسلمان تنها خدا را اطاعت میکند. یعنی با دخترم وا خوردن را دوام میدی؟ مسلمان تنها به خداوند حسابات میدهد. من تو بر اینها رو بسیار دیدم. مکانشان قبرستان میشود. تو را دیگر در نزد دخترم نبینم. این ماشینی پدرم نیست مگر؟ خدایا. هجری با پدرم چی گپ زده؟ یا اینکه او تو رو تهدید کرد؟ برای با من وون نخوردن تو رو تهدید کرد. همین خیلی نه؟ برای این لازم نبود که مرا تهدید کند خانم سنم. من به این هم از تو دور هستم. تو چی قدر آدمی بیرحم هستی ها؟ حق هستی، درست میگویی. حیف بر کسی که فکری تو رو میکند. آدمی رو که همیشه دروغش گفتید، روبرویش ایستاده فریبش دادید، با حسیاتش بازی کردید. غم این آدم رو خوردن لازم نیست خانم سنم. چی قدر آدمی کینه‌گیر بوده است اینا؟ سخنهایی که برای رشک بردنش میگویم تیز به دل میگیرد. با پدرم بگویم که این رو خوب لطوکوب کند. عصبی شدم. پدر اگر به طوری موی هجری ضرر رسانی تو رو هرگز نمیبخشم. من اکنون چیکار میکنم؟ میراث رفت. همه آرزوهایم برباد رفت. خانم تولین، در بیرون یک ماشینی ورزشی آورده شده است. یعنی تحفه برای شما. چی؟ ماشین گفتی؟ هدیه برای من؟ خدایا. گوش میکنم جناب. بفرمایید خانم تولین، کلید شماست. کلیدی من؟ این ماشین رو نفری برای شما هدیه کرده است خانم. چی خیلی یعنی؟ کی روان کرده است؟ کی هدیه کرده است؟ یک مشتری که نامش رو گفتن نمیخواهد. در روزهای خوب استفاده برید. تشکری زیاد. باورم نمیآید. بسیار ماشین زیبا. الو خانم تولین، هدیه معقولتان شد؟ شما کیستید؟ من عاشق پنهانی شما هستم. مگر همه آن هدیه های زیبا رو شما با من روان کردید؟ استغفرالله. نزد زیبایی شما نام دیگر زیبایی را گرفتن ممکن نیست. شما برای من لطف به هدیه خدا هستید. آخر من دیگر چی گفتنم رو نمیدونم. این بسیار تحفه قیمت است. این رو قبول کرده هم نمیتوانم. من دنیا را زیر پایتان آورده، ستاره هایی که در آسمان هستن تاج سرتان میکنم. ای من چی گفتنم رو نمیدونم. هیچ نباشد نامتون رو به من بگویید. گوش کنید خانم تولین، با شما شناس شدن میخواهم. اگر قبول کنید جانکم، امروز در یگان جا نشسته خوراک میخوریم. نمیدونم آخر. مرا بسیار شاد کردید. تا بازدید نغز مانید. تا بازدید؟ مادر، این هم هدیه است؟ بله میلیس.
باز همان جناب. قبول نمیکنی ها مادر؟ این از حد زیاد است. یعنی بابای با میخوریم، خوراک میخوریم. چی؟ ثروتمند می نماید خانم تولی. البته همین خیل است. مثل پدری تو دیوانه و بیکفه نیست آخر. ای بست آخر خانم تولی. خیر بیا ما رویم. با کجا می رویم؟ با بازی. چقدر بازی؟ بازی فوتبال خانم تولی. بازی فوتبال مادر. ملیس آخر تو بازی فوتبال رو دوست نمی داشتی کو؟ از کجا برآمد این بازی؟ ای مادر این بازی بسیار مهم بوده است، بسیار مهم. گفتم که رویم. ای خدای توبه. خوب خیر روی سفید. خیر ما می رویم پناه خدا. خیر روی. من هم با بازیچه خودم بازی کنم. اوه چه خیلی رنگی زیبا، خیلی پسندم آمد. معقول هم شد. از روسی؟ اما برای کمال سیا پول مونده است؟ بله سردار. نباشد ما با طرف امریکایی میگذاریم. کمال سیا مغلوب میشود. بعدا همه پولها رو ما جمع میکنیم. خیر بیا با بازی میرویم. پدر این کارو چخیل کردی ها؟ پدر تو هجری رو چرا تهدید کردی؟ دخترم سنم چرا هجری رو تهدید کردی گفته ایستادم؟ هجری کی است؟ آن معزین. بین دخترم با ای آدم موافق تو نیست. با تو چی؟ او رو با خودم موافق میبینم. من نمیبینم. بین پدر این حیاتی من است. کی رو دوست داشتنم رو تو قرار نمیبروری. گوش کن سنم، تو دختری من هستی. هر چیزی که در حیات تو رخ میدهد با اجازت من میشود. فهم است؟ بین پدر کارهایی که با برق کردی اجازت نمیدیم که با هجری کنی. فهمیدی؟ این بار کار تماما دیگر خیل است. خیر چیکار کردم؟ من با آن بیهنر چیکار کردم؟ به خاطر که مرا دوست میداره او را پرانده با بحر پرتافتی. دیگر چیکار میکردی؟ ای آن بیادب را حقش بود. پدر هجری از راستی برای من بسیار پرارزش است. اگر به طور موی او ضرری رسد تو رو هرگز نمیبخشم. آگاه باش. من یکم بار است که نفری رو دوست میدارم. وای موازین رو برای تو موافق نمیبینم. چی؟ من رو نمیفهمی؟ چرا موافق نمیبینی؟ ای از خوشم ناامد میگویم. خوشت ناامد گفتی؟ بله خوشم ناامد. چخیله؟ ولی من رو از او خوشم میآید. من با او عاشقم. پدر نمیفهمی؟ دوست میدارم او رو. باید اول به من خوش آید. فهمیدی؟ چی ها میگویی پدر؟ به این هم باید با من خوش آید، با تو نه. من رو از او خوش میآید. بین دخترم قرارم قطعی است. خودت میدانی اگر دلت به حیات معزین سوزد از او دور شو. با تو نفرت دارم. بیهوده نگفتند دختر را نزنی زانویت را میزنی. چقدر آدم های نامدار از پسش دوید. آنها را نگاه نکرد. آخر رفته به یک معزین عاشق شده است. تو اینکه داماد رو برای من چقدر موافق میبینی ها؟ خیر بیا با بازی میرویم. بیا. میاشنم. من باید در حال از اینجا گریزم. دخترم را نمیافتم. او را به سقراط گذاشتن نمیخواهم. باور دارم که غالب میشوی کمال. تو مرا این خیلی هوسمند کنی. در مقابلم لشکر ایستادن نمیتوانی. او را غالب میشوی. خیر نه؟ تو پروا نکن. در راوند اول غالب میآیم. نقص. کمالیسیو بابای خودت رو دیدن میخواهد. منتظر باش میآیم.
وضعیت تغییر یافت کمال سیاه. اما پلهایشان را به نام تو گذاشتن. فکر میکنن که تو غالب میایی. خواهی من باشم پلهایم را به نام امریکایی گذاشتم. تو باید در راوند هشتم به نکاوت روی. خطا نکنی باز. خطا نکن. маслиҳат чунин набуд бобои ходир мағлуб намешавам маслиҳатҳоро ман мекунам ман тағйир медиҳам ту ҳам фаромӯш накун мемираму мағлуб намешавам шояд мағлуб нашавӣ лекин дониста бош дӯст доштаат мемурад